بالگردها به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در میدان نبرد به نیروهای نظامی این امکان رو میدن که در جنگ با اطمینان بهتری عمل کنند. توی این ویدیو 10 بالگرد برتر در ایران رو میبینیم که توی مورد آخر تهاجمی ترینش رو بهتون معرفی کردم. شماره 10 UH-1 یا بل 205 قدیمی ترین بالگرد تروربری موجود در کشور که تا سال 1970 25 فروند از اون وارد ایران شد. UH-1 ساخت کشور آمریکاست. این بالگرد تک موتور جزو پرتعدادترین بالگردهای عملیاتی جهان هستش. تعدادی از این بالگردها بعد از آسیب‌هایی که در جنگ ایران و عراق دیدن از خدمت هوانیروز ارتش خارج شدند و بعد از تعمیر و بازسازی در خدمت یگانهایی مثل هلال احمر، نیروی انتظامی و سپاه قرار گرفتند. شماره 9 بل 212 بعد از UH-1 بل 212 تا سال 1979 طی 2 مرحله به تعداد 31 فروند از اون وارد ایران شد. در آن زمان بهترین بالگرد چند منظوره بود که ایران در نیروی هوایی و زمینی از آن استفاده می‌کرد. بعضی از آنها مجهز به رادار جستجوی سطحی بودند و تعدادی هم به سونار فروبنده AQS-13 برای کشف زیردریایی مجهز شدند که بعدها به دلیل کارایی کمی که داشتند حذف شدند و الان هم در خدمت نیروی دریایی، هوایی و هلال احمر هستند. این رو هم بگم که بل 212 و UH-1 با اینکه ساخت آمریکا هستند، ایران آنها را از بل آمریکا نگرفت بلکه از بل آگوسته ایتالیا دریافت کرد. شماره 8 بل 214 ایران بعد از استفاده از بل 205 متوجه شد که این بالگرد توان لازم در مناطق بیابانی و دمای بالا رو نداره. برای همین کمپانی سازنده این بالگرد رو ارتقا داد و بعد از تحویل چند صد فروند از آن به ایران، خط تولید آن در داخل ایران در شهر اصفهان به راه افتاد. بیشترین بالگرد ایران مربوط به همین بل 214 هستش که توسط یگانهای نظامی و غیر نظامی خدمت میکنه. تعدادی از اون هم مجهز به دوربین دید حرارتی، نمایشگر رنگی شده و همینطور دارای توان نشانگذاری لیزری هم هستش. شماره 7 CH-47 شینوک بالگرد هوانیروز ارتش هست که توان بسیار بالایی هم داره. تا سال 1976 20 فروند از اون وارد ایران شد و در 2 مرحله دیگر 22 و 26 فروند از آن به ایران تحویل داده شد. ایران بزرگترین دارنده شینوک است که به غیر از 22 تای آن که ساخت آمریکاست، مابقی ساخت آگوسته ایتالیا هستش. شینوک بزرگترین بالگرد نیروی زمینی ارتش هست که در جنگ ایران و عراق تأثیر بسیاری در روند جنگ داشته. شماره 6 AH-1J سی کبرا ایران در دهه 70 میلادی برای افزایش توان زرهی خود دست به خرید بالگرد کبرا زد و اولین مشتری این بالگرد در جهان به حساب میاد. در 2 نسخه، یکی تک موتوره برای نیروی زمینی و 2 موتوره برای نیروی دریایی ساخته شد و 202 فروند از اون تا سال 1977 وارد ایران شد که فقط 62 فروند از این تعداد موشک تابع را حمل میکنه. 50 تا 70 فروند کبرا در خدمت هوانیروز ارتش ایران و مابقی آن در خدمت هوانیروز سپاه پاسداران هستش. شماره 5 SH-3 سیکینگ ایران در دهه 1970 میلادی با وجود رشدی که در توان دریایی داشت، فاقد یک بالگرد تخصصی ضد زیردریایی بود. برای همین سیکینگ رو که ساخت یک شرکت آمریکایی بود خریداری کرد. در ایران بیشتر در نقش گشت دریایی و حمل و نقل تروربری دریایی هست که برای لوجستیک فرماندهان و تفنگداران دریایی استفاده میشه. تهاجمی ترین بالگرد ایران رو آخر این ویدیو معرفی کردم، پس انتهای این ویدیو رو از دست نده. شماره 4 CH-53 سی استالیوم این بالگرد در ایران با نقش تروربری در جنگ با عراق به خوبی از آن استفاده شد و توان حمل آن حدود 11 تن بار می باشد که قدرتمندترین بالگرد ایران هست. 3 فروند از اون در عملیات طبس در طی حمله آمریکا به دست ایران افتاد و 3 فروند دیگر آن در خدمت نیروی دریایی ایران هست و تاکنون بزرگترین بالگرد تاریخ ایران بوده. شماره 3 شاهد 278 این بالگرد که در صنایع بالگردسازی حسا تولید شده بر اساس بل 206 جت رنجر که قبل از انقلاب وارد ایران شده ساخته شده. موتور آن رولز رویس انگلیسی با قدرت 420 اسب بخاره. شاهد 278 در 2 مدل ساخته شده، یکی نظامی غیر سبک برای گشت‌های غیر نظامی و نظامی غیر مسلح. نسخه مسلح با نام OH-78 که مسلسل 12.7 میلیمتر رو میتونه حمل کنه. کمتر از 20 فروند از اون تولید شده و تنها در سپاه به خدمت گرفته شده. شماره 2 میل 17 ایران برای اولین بار در سال 1998 5 فروند از اون رو دریافت کرد.
میل 17 که توسط سپاه استفاده میشه میتونه غلاف دولور توپ 23 میلیمتر و راکت 80 میلیمتر رو حمل کنه. این بالگر در خدمت نیروی دریایی سپاه و مجهز به یک رادار زیربدنه و موشک ضد کشتی هم هستش. در کنار سپاه نیروی انتظامی تعداد محدودی میل 17 رو در خدمت داره و اکنون این بالگرد جزو جوانترین بالگردهای نظامی کشور هست که تا این زمان وارد ایران شده. و اما شماره 1 طوفان. بالگرد تهاجمی طوفان اجرای یک ارتقای گسترده روی بالگردهای تهاجمی کبرا هست که ساخت سازمان صنایع هوایی ایرانه. اولین مدل طوفان در سال 89 و دومی هم در سال 91 با نام طوفان 2 رونمایی شد. در بالگرد طوفان 2 مجموعی از فناوری‌های بومی صنایع وابسته به وزارت دفاع در حوزه‌های الکترونیک، اپتیک، لیزر و سلاح به کار گرفته شده و ویژگی مهم آن قدرت تهاجمی آن به واسطه قابلیت هدفگیری بسیار دقیق میباشد. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین ممنونم. اگر دوست دارین با برترین کامیون‌های نظامی دنیا هم آشنا بشین، ویدیو بعدی رو از دست ندین. ممنون از حمایتتون. لایک و کامنت هم فراموش نکنید.